بعضی وقتا یه فیلم رو میبینی و با خودت میگی نه بابا امکان نداره این اتفاق واقعا افتاده باشه، ولی وقتی میفهمی که واقعیه یه جور خاصی توی ذهنت حک میشه. امروز میخوام 10 تا فیلم بهت معرفی کنم که همشون بر اساس واقعیت ساخته شدن، از جنایت و جنگ گرفته تا نابغه هایی که دنیا رو تغییر دادن. این لیست یک ترکیب کامل از هیجان، شوک و الهامه. پس اگه دنبال فیلمایی هستی که نه تنها سرگرمت کنن بلکه یه چیزی هم ازشون یاد بگیری، این لیست مخصوص توه. بزن بریم سراغ معرفی. شماره 1، ضربه. این فیلم داستان زندگی واقعی جورج رو روایت میکنه که توی دهه 70 و 80 یکی از بزرگترین قاچاقچی‌های مواد در آمریکا بود. اون از یک زندگی فقیرانه شروع کرد ولی کم کم با کارتل‌های مواد مخدر کلمبیا ارتباط گرفت و به یکی از مهره‌های کلیدی پابلو اسکوبار تبدیل شد. چرا باید ببینیش؟ چون نشون میده که چطور وسوسه پول و قدرت میتونه یه آدمو از 0 به 100 برسونه ولی بعدش نابودش کنه. شماره 2، تک‌تیرانداز آمریکایی. کریس یک تک‌تیرانداز آمریکایی که توی جنگ عراق به یک افسانه تبدیل شد. اون بیشترین تعداد شلیک موفق رو بین همه سربازان آمریکایی داشته، ولی وقتی برمیگرده خونه متوجه میشه که جنگ فقط توی میدون نبوده. فیلم نشون میده که چطور یک سرباز حتی بعد از جنگ هم توی ذهنش گیر میکنه و از اختلال استرس پس از سانحه رنج میبره. چرا باید ببینیش؟ چون تصویری واقع گرایانه از تأثیرات جنگ روی ذهن یه آدم ارائه میده. شماره 3، قتل عام با اره برقی در تگزاس. داستان یک قاتل زنجیره‌ای که با ماسک ساخته شده از پوست انسان با اره برقی به شکار قربانیانش میره. این فیلم بر اساس قتل‌های واقعی یک قاتل روانی ساخته شده که خونش پر از اعضای بدن و وسایل ساخته شده از گوشت و استخون آدم‌ها بوده. چرا باید ببینیش؟ چون یکی از فیلماییه که ترس رو باهاش به معنای واقعی حس می‌کنی و می‌فهمی که بعضی از هیولاها واقعا وجود دارن. شماره 4، یک ذهن زیبا. جان یک ریاضیدان نابغه است که ذهنش میتونه معاملات پیچیده رو توی چند ثانیه حل کنه، اما یه مشکل بزرگ داره: اسکیزوفرنی حاد. اون نمیدونه کدوم بخش از زندگیش واقعیه و کدوم توهم. کم کم متوجه میشه که شاید سالها با آدم‌هایی حرف زده که اصلا وجود نداشتن. چرا باید ببینیش؟ چون یک نگاه تکون دهنده به مرز بین نبوغ و جنون داره و مغز آدم رو منفجر میکنه. شماره 5، ستیغ اره‌ای. داستان واقعی داس، یه سرباز که حاضر نشد اسلحه دست بگیره ولی توی یکی از مرگبارترین جنگ‌های تاریخ جون 10 نفر رو نجات داد. همه مسخرش میکردن ولی وقتی توی جهنم جنگ ثابت کرد که یک قهرمانه، هیچ کس دیگه شک نداشت که اون یه افسانه است. چرا باید ببینیش؟ چون این فیلم یکی از قوی ترین پیام‌های انسانی رو داره که نشون میده شجاعت همیشه به معنی جنگیدن نیست. شماره 6، اورست. یه گروه کوهنورد به اورست صعود میکنن ولی وقتی یه طوفان شدید شروع میشه همه چیز به جهنم تبدیل میشه. حالا باید انتخاب کنن که یا بالا بمونن و بمیرن یا هر طور شده زنده برگردن. این فیلم بر اساس یه فاجعه واقعی ساخته شده که توش خیلی‌ها جونشون رو از دست دادن. چرا باید ببینیش؟ چون نشون میده که طبیعت چقدر بیرحمه و چطور یه انتخاب کوچیک میتونه به قیمت جونت تمام بشه. شماره 7، شبکه اجتماعی. ماجرای مارک، یک دانشجوی نابغه اما گوشه‌گیر که یه شب پشت کامپیوترش میشینه و فیسبوک رو خلق میکنه، ولی وقتی موفق میشه دوستای قدیمی، سرمایه‌گذارا، حتی قانون باش درگیر میشن. این فیلم نشون میده که موفقیت همیشه هزینه داره. چرا باید ببینیش؟ چون دیدن این که چطوری یه نفر از هیچی یه امپراتوری میسازه هم جذابه هم ترسناک. شماره 8، 127 ساعت. تصور کن توی دره گیر افتادی، دستت بین یه تخت سنگ گیر کرده و هیچ راه فراری نداری. حالا حاضری دستتو قطع کنی که زنده بمونی؟ این اتفاق واقعی برای آرون افتاد و این فیلم یکی از نفسگیرترین تجربه هاییه که میتونی ببینی.
شماره 9. رنج و گنج. چند تا بدنساز فکر میکنن که میتونن یه آدم پولدار رو بدزدن و یه شب پولدار بشن، اما نقششون اینقدر احمقانه است که توی کل فیلم نمیدونی باید بخندی یا وحشت کنی. یه داستان واقعی از یه گروه خلافکار ناشی که فکر میکنن دنیا رو دور زدن اما خودشون دور خوردن. شماره 10. کلاهبردار آمریکایی. وقتی یه کلاهبردار حرفه‌ای مجبور میشه که با FBI همکاری کنه، یه بازی سیاسی خطرناک شروع میشه. این فیلم از یک پرونده واقعی الهام گرفته شده، جایی که سیاستمدارها یکی بعد از دیگری توی تله فساد افتادن. یه فیلم پر از پیچ و خم‌های داستانی که بهت نشون میده چطور فساد میتونه آدم‌ها رو به نابودی بکشونه. اینا فیلمایی هستن که نه تنها سرگرمت میکنن بلکه یه چیزی هم از دنیای واقعی بهت یاد میدن. هر کدوم یه داستان خاص و عجیب دارن که ثابت میکنه زندگی گاهی از هر فیلمی عجیب تره. حالا تو بگو کدوم یکی از این فیلم‌ها رو دیدی یا کدوم یکی بیشتر جذبت کرد؟ منتظرم ببینم تو چی فکر میکنی.